محفل نامزدی عجیب و غیر قابل باور زهرا الهام در کشور استرالیا. زهرا الهام بالاخره از دنیای مجردی رهایی یافت. این دختر خانم در کجاست؟ مصروف چی کار و باری است؟ افشای حقایق و رازهای پشت زهرا الهام در کشور استرالیا و خداحافظی وی برای همیشه از هنر موسیقی. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام. سلامتی سال تک تک از شما دوستان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و محبوب این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما ترچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. زهرا الهام دختر خانم هنرمند، چهره شناخته شده، محبوب و مطرح در میان هنرمندان افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. زهرا الهام در مدت خیلی کوتاهی توانست در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت بسزای کسب کند. این هنرمند محبوب و پرآوازه افغان عاشقانه هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان پیش می بود. آهنگهایش مورد حمایت گسترده افغانها قرار می گرفت. زهرا الهام در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع اشتراک کرد و مقام اول را از آن خود کرد. و اولین دختر خانمی بود که در این پروسه رقابتی مقام اول را از آن خودش کرد. زهرا الهام بعد از تولد سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور استرالیا است. و در کشور استرالیا هم به کارهای هنر موسیقیش می پرداخت. اما تصاویر این دختر خانم در صفحات مجازی نشر می شود که وی نامزد شده است و برای همیشه هنر موسیقیش را ترک کرده است. این همه در حالی است که دیر مدتی از زهرا الهام دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخته است. ولی من آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای این هنرمند با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله تمنا دارم. دوستان و همراهان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران زهرا الهام به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما ترچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا درود دیگر. بدرود.